خانم و آقای فروشنده، تا حالا شده تو تنهایی با خودت فکر کنی که آی همه چه بروبیای فروش آنلاینی را انداختن و من که انقدر کارم خوبه عقب افتادم؟ یا مغازه توی کوچه کم رفته آمده و سخت میتونن پیدات کنن؟ یا اصلا برعکس بر خیابونی ولی حال و حوصله یه تولید محتوا و عکاسی از محصول و گذاشتن توضیح و تغییر هر روز قیمتا رو نداری، ولی دلت میخواد آنلاین هم کار کنی؟ یا از اونور خریدارا دنبال یه جنس خاصن که فقط تو داری، ولی حوصله رفتن تو اینترنت و بالا پایین کردن پیجای مختلف هم ندارن. اصلا دلشون میخواد جنس رو از نزدیک ببینن و لمسش کنن. آقا اصلا سریع میخوان به دستشون برسه. کی حوصله داره تا بشینه پست براش بیاره؟ حالا کو تا بیاره؟ خب حالا چی کار کنیم؟ راه حل چیه؟ راه حل مشکل دست منه. دیدی همه یه رفیق خفن دارن که همه چی رو بلده و همیشه رادارش فعاله و میدونه چی رو از کجا بخره؟ فکر کن این آدم همیشه دم دستت هست. با چی؟ با مزن رادار. ها؟ رادار؟ آره دیگه، همه فقط با زدن یه دکمه و گفتن چیزی که نیاز دارن میتونن از قابلیت رادار استفاده کنن و بهترین مزنه رو از فروشگاه‌های اطرافشون بگیرن. یعنی چی؟ یعنی اونایی که کالای خاصی رو میخوان درخواستشون برای تمام فروشگاه‌های مرتبط اون منطقه که اپلیکیشن مزنه رو دارن فرستاده میشه. تو هم اگه تو اون منطقه این کالا رو داشته باشی لازم نیست هیچ کار خاصی انجام بدی. برنامه گوشیت زنگ میخوره و فقط کافیه بگی اون محصول رو داری یا نه. بعدش هم مزن رادار موقعیت مکانیت رو روی نقشه بهش نشون میده، مشتری راحت فروشگاهتو پیدا میکنه و خریدش رو نقدی و حضوری انجام میده. اینجوریه که خریدار خودش میاد سراغت. دیگه چی از این بهتر؟